والله متعال سر مسلمانای مظلوم فلسطین که تروریستای اسرائیلی همیشه بمبارد میکنن و تروریستای امریکایی اونا را توجیه میکنن و تایید میکنن. الله متعال هر کسی که ظالما و تروریستای اسرائیل تایید میکنن، الله پاک اونا را نابود بکنه. والله متعال کسایی که در فلسطین و در دیگر جاها به خاطر اعلای کلمت الله مبارزه میکنن و جهاد میکنن، الله متعال اگر اونا به شهادت میرسن در جبهه شهدا اونا را محسوب بکنه. و سلام احترامات خاص خود برای تمام مسلمانان در کل دنیا در هر جایی که هستیم تقدیم میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و کل عام و انتم بخیر.